دعای سخن از استاد رودکی است: هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان، هیچ تلخی نیست بر دل تلختر از فراق دوستان پرهنر. استادان ارجمند، ادیبان جوان، هنرمندان خوش‌آوا، استادان گرامی قدر، مهمانان از شهرهای باستانی خوجند، سمرقند، از ولایت ختلان و مهمانان عزیز، دوستان عزیز، استادان از دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام استاد صدرالدین عینی و دوستان استادان از دانشگاه ملی تاجیکستان و کارمندان کتابخانه دولتی جمهوری بچگانه به نام استاد میرسین میرشکر. دوستان عزیز، همتان را با کشاده شوی با آغاز محفل ابراهیم جان که ابراهیم جان دوست علیزاده شاعری با استعداد جوان که محفلشان را نامگذاری کردن، مهر سبز بهار، خوش آمدید، خیر مقدم میگویم. دوستان عزیز، در عنعنه و آیین نیک تاجیکان این است که با دعای پیر با یک فاتحه کشایش پیران آغاز میکنند. حالا دوستان، من سخن را به نویسنده خلقی تاجیکستان، برنده جایزه دولتی به نام استاد ابو عبدالله رودکی، نویسنده محبوب ما استاد ساربان، سخن میدهم که ایشان به ابراهیم جان حق استادی دارند و تمام نوشته های ابراهیم جان که بجز از شعر با نثر با پوبلیسیستی که هم مشغول هستند، تمام آثارشان از نظر خویش گذراندند. استاد به صحنه میخوانیم، نویسنده خلق تاجیکستان ساربان. مرحبا دوستان عزیز، با دعای شما محفل ابراهیم جان آغاز شد. ابراهیم جان عزیز، یک لحظه درباره استاد اگر آماده استید، نور اعلی نور میشن. مرحبا دوستان. تشکر جان. به نام خداوند جان و خیره که از این برتر اندیشه بر نگذرد. دوستان عزیز، خوش آمدیدتان، سلام و درود ما را قبول فرمایید. مرا بیهوده به اینجا دعوت نکردن. من بابای ابراهیم جان هستم. به این معنی که بابای این کس شیرین رجب علی همراه من یا من همراه اون کس در یک پرده نشسته درس خوندیم، علم آموختیم. آموزگاری پنجکینت رو یک جای تمام کردیم همراه استاد شادروان لایق و عبدالنبی دانشمند. برای همین هم من ابراهیم جان آزرگ میگویم این کسر. بسیار دوست میدارم از همین سبب که ما با بابایشان یک جای کلان شدیم، هم جای خوندیم و این کس سراپا میمانند به هم باباشان. بابای سخنور، بابای سخنشناس، بابای شوخ بودن. به هر گپشان دوستشان همکارشان رو میخوندن و ابراهیم جان هم همین رو دانسته روزی به خانه من آمدن، گفتن که من نبیره جوره شما، برادر شما رجب علی شیرین. بسیار شاد شدم، روحشان روان بود اون شیرین جان رو. بسیار آدم عجیب بودم. خب
این آغاز سخن. بعدا ابراهیم جان همه چیزی که نوشتن برای من آوردن که از نظر گذارانم و دو مجموعه اول رو خوندم که دانشمندی امروزی ادبیات ما رستم وهاب سخن نوشتند بسیار جالب و در این مجموعه که امروز شما در دست دارید دیدید و میخونید فرزانه بسیار شعرشناس و شعردان و شعرگو بسیار یک آغاز خوب بخشیدند سرسخن خوب نوشتند و همه جهت ابراهیم جان رو هم توصیف میکنن هم ستایش میکنن هم شعریتشون رو بها میدهند. من دوستان از درباره شعر ابراهیم جان نمیگویم چون که من نثر این کس رو خوندم. دو پوستی بسیار عجیب حکایه های عجیب ترانه های عجیب دارن حالا روی چاپ رو ندیده است انشاءالله چاپ شود میخونید. این نوشته ها یک پیشگویی بود از جانب ابراهیم جان که بعد از من خوندم این دو پوست رو خوندم برادری خلقی از ابتدا از آغاز پیدایش تا امروز برادری و همسایگی و هماغوشی دو شهر را تصویر میکنم. یعنی پنجکتی از سمرقند دو مرتبه کیلین میارد عروس میارد و من حیران شدم که این آدم چه خیلی این بوی بردن یا فهمیدن که ما باز با برادرای عزیز ازبکستانی با سمرقندیان جان جگر خودمون یک جایه میشویم و چند روز نگذشته ما با دوستان کهن با دوستان امروزه باز یک جایه شدیم صدها شکسته شدن. امروز در گازت دیدم که میگن که در میان سرحد پنجکین تو سمرقند یگان جسم ترکنده باقی نموند. این بسیار چیزی نازک است دوستان عزیز بسیار چیزی عجیب است لیکن من به پیشگویی ابراهیم جان قائل شدم که چخیل از سمرقند برای دامادهای پنجکینتی عروس بیارم و عروس ها عادی نیستن. عروس ها اونقدر زیبا اونقدر با فراست اونقدر دانشمند که روزگار کوهستانیان را آباد میکنن. چیزی مهم است برای من برای شما هم برای ابراهیم جانم. من امید زیاد دارم از ابراهیم جان هم در نظم و هم در نثر کوتاه بیان میکنم. امروز نثر دنیا عبارت است از کوتاه بیانی. شعر هم اینچنین بود کوتاه بیانی بود از رودکی تا لایق کوتاه بیانی بسیار نازک گفتن کوتاه گفتن و هم کتابی در دست دارید بینید که سخن رو کشال نمیتید ابراهیم. جایی هست که چهار نیم مصرعی یک شعر شده است یک صحیفه شده لیکن با عمق آن فرو رفتن و آن را درک کردن هم کار هر کس نیست. من در سیمای ابراهیم جان در قلب ایشان یک جویایی میبینم یک چیزی میبینم که غیر عادی میگویم غیر چشمدار داشت میگویم و بسیار درست میگویم. برای همین هم با این جوانی همه فهم بسیار باریک بین که با این در این سین سال اینقدر چیز رو درک کردن و سنجیدن و دانستن امکان ندارد. من آرزوهای زیاد دارم از این کس پرباره ها میخواهم و عجیبش این که خصلت و رفتار و اطوار ابراهیم جان با شعرشان طبعا است یک رنگ است
همجایه هست. برای همین دیگه از این زیاد ستایش نمیکنم. خودتون میخوانید، اثرهایشون رو میفهمید. با محفل امروزه برار میخوام و ابراهیم جان برار زیادتر میخوام که با همین قدر کار بسیار داشتن، راه ها را آباد کردن، با مردم یک کار خیر کردن، با شیرگویی و نسل‌نویسی میکنن. این کار هر کس نیست. و شما برار میخوام موفقیت میکنم. تشکر استاد، خوش آمده. بسیار شاد شدیم. دوستان عزیز، با دعای استاد ساربان چون محفل مهر سبز بهار آغاز یافت، من به محفل و به کتاب تازه نشر ابراهیم جان دوستعلی زاده یک کمی روشنی می اندازم. دوستان عزیز، برای چی مهر سبز بهار در عین اوج تیر ماهی که تمام دوشنبه شهر عزیز ما تاجیکستان عزیز ما را فصل خزانریز امروز در آغشته خود کرده است، در آغوشش گرفته است. چرا مهر سبز بهار؟ یعنی ابراهیم جان میخواند به خوانندهشان، به دوستانشان، به استادانشان گویند که این که زندگی از تضاد عبارت است. یعنی بهار، زمستان، گرم، سرد، سفید، سیاه. یعنی این کس خواستند در همین اوج فصل تیر ماه برای شما نکهت بهار را آورده باشند و نام محفلشان مهر سبز بهار و کتابشان هم پی امداد گل است. من شما کتابای میبینید اینا حاضر مثل یک کلچه های از تنور کنده حاضر از نشریات آوردیم، پی امداد گل است. یعنی محفلشان هم کتابشان هم سرشار از گل است. اکنون باز هم دوستان سوال شاید بین خواننده ها پیدا شد که چرا دلبستگی یک شاعر جوان به بهار، به زیبایی، به گل، چرا؟ سبب مادر گل پرورشان است. دوستان عزیز، این محفل، این کتاب همش به خاطر همین مادر عزیز است. در کمالات ابراهیم جان، به همین روزها رسیده آمدن ابراهیم جان مادرشان سهم بسیار بزرگ دارند و در صحیفه اول همین کتاب هم ارمغان میکنم به مادرم، با همین یک عباره آغاز مییابد. یعنی کتاب، مادر عزیز شنید، همین کتاب ارمغان میشود به مادرشان. پی امداد گل رمز است. یعنی اول اگر گل در اینجا معنی عشق و عاطفه، مهر و محبت باشد، از یک طرف مادر است که پی امداد گل میرود، مادر است که به گل رحم میکند، مادر است که گل را پرورش میکند. دوستان لایق بودن زنده باشد مادر گل پرورد تا که وقتی ما و تو گل آورد. واقعا هم مادر گل پرور ابراهیم جان را مثل یک گل و از گل هم نازکتر امروز پرورش کردن و یک پسری نازنین، پسری که در دلش ذره کینه نیست، بدبینی نیست و آدمی نیک و بد با یک چشم می‌نگرند. ابراهیم جان همین کتابشان و همین محفل مهر سبز بهار به مادرشان ارمغان کردند. و دوستان عزیز، من چی میگم؟ حالنامه و زندگی نامه شاعر شعر شاعر است، خودی شاعر است، سیمای شاعر است، سخنرانی شاعر است. و همین خاطر من سخن به درازا نمیبرم و ابراهیم جان را به سر میخونم که خودشان برای شما شعر خوانند، معرفی کنند درباره زندگی خودشان، درباره کتابچه خودشان، درباره عموما این که از من در پشت کتابشان هم اینجا تاکید کردیم که ابراهیم جان مرد راه هستند. اصلا به جز آنه که اینها سخنشناس هستند، اختصاصشان فیلولوگ، سخنشناسی تاجیک هستند، از جمله در ساختن همین راههایی که با چینی ها همکاری با دولت مردمی چین تاجیکستان ساخته شده است، در همش حصه گذار هستند. این کس ترجمان عادی نیستند، بلکه متخصصی، یعنی که در همون لابراتوری، یعنی که در همون سنجشگاه متخصص هستند و همین منفرشکنی همین کوچه های دوشنبه، از جمله همون کوچه پول های 3 سطحی که در محله 82 شهر دوشنبه ساخته شد، خدمت های همین کس است. به افتخارش یک افکار میکنه. همین کس دانش، همین کس فهمش علمی و همون اختصاصی همین کس سبب شد که همون راه به استفاده شد. پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم ولی رحمان اشتراک کردن، رئیس شهر اشتراک کردن و همون راهی که برای در خدمت مردم قرار گرفت همونا به استفاده دادن.
حصه و خدمت همه ابراهیم جان هم هست دوستان. و همین خاطر اینکه از مرد راه هستن، مرد راهی که در راه عمرشان همه خیلی نمیگذارن، اونها از راه معنی میچینن، معنی ها از سیمای آدمانی که از راه میگذرن، کمپیر، موسفید، یک نادار، یک دارو، هر کسی که اینجا از کوچه میگذرد شنگل معنی میبردارن، مضمون میبردارن، تصویرهای از همجهان میگیرن. ابراهیم جان یک بار دیگر محفلتان مبارک شد. خودتان را شعرتان را معرفی کنید، چون سخن از زبان لقمان خوش است دوستان. کف میکنید دوستان. بهار کن تیره شبی دیار دیل، باز سپید ازار کن. محرم توست آفتاب، از سر خود حجاب گیر. باز به پیشواز او خنده خود نثار کن. صبح بیا گلی سحر، سوی تو خنده می کند. بر رخ خندریز او بوسه آبدار کن. عاشق صبح با صفا، رمز محبت و وفا. بهر نشاط عشق ما فاتحه بهار کن. عمر صبح دمی خنده کن، بند فراق کنده کن. دانه شبنم سحر شده مهردار کن. عمر تو گرچه کوته است، لیک همیشه خندریز. شکر و سپاس بی حدی حضرت کردگار کن. درود به نام عزیزی که پیک عشق آرد، درود بر خورشید که به امداد گل سحر میرسد. درود بر مادر که بند وجود است، محبت و عشق است. به چشمهای محبت پذیر هر یکتان، به قلبهای پاک و بیغشتان که سخن بهرتان چو گوهر هاست. سلام و درود بی پایان استادان عزیز ارجمند، دانشوران و بینشوران، همقدمان عزیز و گرامی. مقدم یک و یک شما را به این محفل خیر مقدم میگویم و منتداری خود را به هر یک شما بیان مینمایم که وقتی خود را دریغ نداشته برای گوش کردن حرف های کمایه ما اینجا حضور پذیرفتید، اینجا قدم رنجه نمودید. در روبروی شمایان استادان عزیز و ارجمند، سخنورانی بسیار گرامی، استاده سخن گفتن ما شاید یک نوع هم گستاخی هم باشد، چون ما با گفتن یک حروف کمایه در راهی بسیار مقدس و مبرای شعر که از استاد رودکی تا استاد لایق و از استاد لایق سخنوران تا امروز رهسپارند، ما گام های نینیانه می نهیم و من گمان میکنم استاد مولای بخ خیلی خوب گفته است که بس فرق دارد محیط از حباب. بود شم آفتاب به موجهای اقیانوس حبابی به وجود نمی آید و به شعاع خورشید این زندگی هیچ معنی ندارد و یعنی ما به شما حتی به حکم یک حباب در روی اقیانوس به وجود آمده نمیتوانیم و همچون یک شمعی خورده هم فروزان شده نمیتوانیم. من خیال میکنم که زندگی یک لحظه است، یک لحظه هست که به همسانی سرعت چرخسه‌ای که از موج تا برگ‌های ساحل میرسد خیلی زود میگذرد و ما حالا که خوشبختی بینایی چشم داریم تا عزیزان را ببینیم و گوش‌هایمان قابلیت شنیدن حرف‌های مهربان عزیزان است و پای‌هایمان مجالی دویدن به سوی دوست را دارد. باید به دیدار هم برسیم و این محفل ما هم شاید یک بهانه زیبایی برای دیداربینی ما و شمایان عزیزان دل باشد. خوش آمدید عزیزان دل، خوش آمدید که با تو زندگی من تراوتی دیگر گرفت. تو آمدی مثال آفتاب عشق، گلی سحر حجاب را ز سر گرفت. تو آمدی به بزم عشق و آرزو، به تیره مه بهاروار. به مقدمت متای مهرتار و عشق پود من نثار بود
خوش آمدید عزیزان دید. دوستان عزیز، من ابراهیم جان رو واقعا با این محفل بار دیگر تبریک میکنم و یادآور میشوم که ابراهیم جان به جز از آنه که به دل دیده اینقدر استادان ارجمند راه یافتند و به قدر ایشان میرسند، اینچنین همکاری زیچ، همکاری پیوسته با خونیاگران هم دارند. از جمله دوستان اینجا یک گروه دوستان عزیزی ما از فیلارمونی دولتی تاجیکستان به نام شریف جوریف تشریف آوردند و از جمله از بدخشان عزیز ما که بام جهانش میگوییم اینجا گروه 5 لاین تشریف آوردند. بله دوستان، گروه 5 لاین با راهبری برادر عزیز ما نظر جان اینجا تشریف آوردند که همشون از شعرهای ابراهیم جان براتون زمزمه میکنن و من پیش از آنه که نظر جان با همراه همکارانشون آماده شوند یک یک و کفگوی شما استادان عزیز مهمانان رو براتون معرفی میکنم. بار دیگر یادآور میشم که مهمانی ما هستند، مهمانی محفل مهری سبزی بهار ابراهیم جان دوستلی زاده هستند، نویسنده خلقی تاجیکستان استاد ساربان، شاعر خلقی تاجیکستان برنده جایزه به نام استاد ابو عبدالله رودکی استاد کمال نصرالله، عالم، شاعر، منقد و یکی از روشنفکران بسیار هم جانفدایی که در محیط سمرقند مشعل تاجیکان را فروزان می‌دارند، استاد حیات نعمتی سمرقندی. از ولایت ختلان یکی از شاعران بسیار خوبی ما، غزل‌های ناب هم می‌نویسند، شعرهای هجوی هم می‌نویسند، استاد ظریفی. و شهریابانی عزیزی ما، شاعر عزیزی ما که ما دوستان و محبوبی ما و شما هستند و یکی از دوستان و همکاران بسیار هم سابقه داری همین کتابخانه به نام میرشکر هستند، شهریابانو آماده شدند. دوستان اینک با گروه 5 لاین با سرداری نظر جان کافه میکنیم دوستان. Don't
ما را بشنو تا رسیدنهای نفسی تنهایی نفسی تنهایی نفسی تنهایی نفسی تنهایی نفسی تنهایی نفسی تنهایی عجب در بدنی آری تنها بودگان است کسی تنهایی آی شوریده تنها تو عجب در بدنی آری تنها بودگان است کسی تنهایی نفسی 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 تنهایی دوستان ابراهیم جان دوستعلی زاده در شعر ایجاد یک نوع کانسپسی ایجادی خودشان برای خوانندهشان و برای ما و شما معین کردن. نام شعر ایجاد است شاعرا کوزگری شعر درود تو نفسها را شوی هوسی ما را جوی وزی خاک و گل عشق و هوس و زیبایی کوزه شعر بساز از سری مهر بساز که در آن کوزه شود شربت معنی بگرفت و از آن کوزه شود آبی وفا را نوشید و در آن کوزه شود دست گلی عشق نشاند. واقعا هم ابراهیم جان امروز ها کوزگر شعر هستند. ما میخواهند با لای و گلی معنی های تازه و بکر شعر بسازند که مثل شعرهای استاد رودکی به جاویدانه بپیوندد و ما در این راه به ایشان توفیق میخواهیم و سخن نوبتی را به شاعر خلقی تاجیکستان استاد کمال نصرالله میدیم. مرحبا استاد عزیز. با عرض سلام و احترام به هر یک شما مخلصای هوادارای شعر، برای من بسیار غیر چشم دوست است. من همین نو شنا شدم با این کتاب، با شعرهای ابراهیم جان و گمان میکنم که گمان نداشتم که امروز همیخیل یک هدیه خوب، هدیه نیک برای من می شود، چون که واقعا یک پدیده تازه نشتم گرشتم خوش بودم شنید برای من هنوز فرصت نیافتم این کتاب بخونم. این کتاب وقتی که به دست من رسید من به راه برآمدم، حالی در همین ترلیبوس تا جایی که تونستم این براه زدم و تا جایی که تونستم مطالعه کردم و در اینجا اندک، یعنی که من کاملا کتاب هنوز نخوندم، لیکن اولین شعری که شروع میشد مثلا باید میگفتم که بعد از کمال میدان خالی است. چند بار همین گپه میگفتن که میدان خالی است، لیکن متاسفانه استاد امروز نیستن که ببینن که میدان شعر ما خالی نیست. امروز جوانهای بسیار خوش‌طبع و استعداد ظهور کردن، با تازگی‌های خودشون اومدن در میدان ادبیات که همشون امیدبخش هستند، همشون. و در این چند سال اخیر در مشورت‌هایی که در خوجان شد، در دوشنبه شد، ما اشتراک کردیم، ما کشفیات‌های زیادی کردیم. بسیار خرسنده باش است که جوان‌های زیاد امروز با زبان سالم، با دانش پخته از وجود کردن دارن.
همین خیلی تضاد است که یک گروه جوانها اصلا نه از ادبیات خبر دارن نه از زبان خبر دارن، خیلی دور هستن. دیگه یک گروه که مشغولن، یک گروه تو پخته هستن. در مقایسه مثلا با اون نسلی که در همین سال در دوران‌های ما به ادبیات اومد، از بعضی جهت‌ها پخته‌تر هستن. من فقط البته بعضی کمدی‌ها هم دارم که اینا من بعد اولی میگم، لیکن در اصل بسیار خرسندی بخش است. من برای من این کتاب، من این جوان واقعا یک هدیه است که من برای خودم باز یک استعداد کشف کردم. امروز گپی زیاد گفتم، ممکن من طرفدار اون نیستم که جوانهایی که نو اکنون قدم گرفتن و ایجاد کردن و اندک موفق شدن بردار بسیار کنیم. من طرفدار این نیستم. این خوب است که امروز یک سیاست همین حکومت تاجیکستان پیشوای ملت ما دستگیری از جوانها هست و این شرافت در شبکه‌های حتی اولی تاجیکستان برنامه‌ها درباره همین جوانهای همین سال می رود. این یک دستگیری هست. این چیز باید که یگان تیموی قرار نکند، بلکه برعکس مسئولیت ما زیادتر کند. چون وقتی که شما در سطح بلند به مردم معرفی میکنند، این هنوز بجز از مسئولیت گران چیزی نیست. ادبیات بدون این یک پیراهن بسیار کشف کردن راه خود در ادبیات بسیار کار دشوار است، بسیار کار وزین است. با تمام مسئولیت به هر یک تعریف و به هر یک مثلا کفکوبی ها نزدیک شدن در کردار عزیز. این خیلی حال شما حال در همین پویان اون اخباری که باید گذاره، حال در همون دامنه هاش هسته. برای همین باید نیرو جمع کنید، باید آماده باشید که همه کار در پیش است. لیکن دل من همه چیز گرم میکند که این که به کتاب شما فرزانه بر این شاعره نامدار پیشگفتار نوشته است، این که به کتاب شما رستم بها شاعر دانشمند بسیار معروف ما پیشگفتار نوشته است، این تنها مسئولیت شما بیشتر میکند. این برای شما باز هم مسئولیت های بلندتر هم به پیش نمیگذارد که شما باید در این خصوص فکر کنید. شعر چیست؟ شعر به غیر از اون که وزن است و آهنگ است و صمیمیت است و محبت است، پیش از همه شعر هنر است. هنر یعنی وقتی که شما این دیگر همین چیزا الفبای شعر را می‌آموزید و شعر میگویید، شما باید اندیشه کنید که همه شعری که شما گفتید، سخنی که شما گفتید، آیا یگان تازگی دارد، آیا یگان بدیعیت دارد. لیکن این معنی ندارد که فقط شما بدیعیت جویید و صنعت برای صنعت باشد و هنر برای هنر باشد. شعر هدفش بلندتر است. شعر هدفش بردن مقصدها، اندیشه های نجیب انسانی است. لیکن برای این شعر باید اول هنر باشد، اول صنعت باشد. من همین دلم از اون خرسند شدم که در اینجا چند شعری که من خواندم، من توانستم از اینجا تابش‌های هنر، تابش‌های استعداد مشاهده کنم. انا همین بیشتر شعر اولین که من خواندم، به آب سر کشیدن لیوای ما خلاصه محبت و وفای ماست. میدونید درباره لیوا، پرچم، وطن، این موضوعهای مقدس سخن تازه شاعرانه گفتم بسیار دشوار است، بسیار دشوار است. لیکن وقتی که اینجا ابراهیم جون بسیار صمیمانه همین از وجودش شعر آغاز میکند، به آب سر کشیدن لیوای ما خلاصه محبت و وفای ماست، این یک گپ تازه است. در همین موضوع پرچم، پرچم میگوید که خلاصه محبت و وفای ماست. من مثلا همین گپ همین در همین شکل، در همین افاده بار اول خوندم. این خوب است، خوب است که جستجو هست، خوب است که بازیافته است. بعد مثلا
شاید گپای معمولی میرن، لیکن در یک شعر اصولا میگفتن که در همین یک شعر یک تصویر تازه، یک تشبیه بسیار اوریجینال باشد کفایه است، یک بازوق در یک شعر باشد کفایه است. حالا که اینجا چند جهت های خوبه. من میگم من کتاب حاضر در همینجا برادم در راه یک دو چخوندم. خب زبان زبان تازه است، آب شسته نیست. وقتی که میگوید که ای فراتر از دیدن ای مؤلفی بودن، این مؤلفی بودن در یک طرز دیگری اندیشرانه است، بیان فکر است، یعنی که معمولی آب شسته با اون زبان نیست که بعضی جوانهای ما همینطور شعر میگویند. یا میگوید یا در شعر نیلوفر، من چیزایی که نزدیکی پیشم برابر قید کردم: ای دستی دعای ماهیان نیلوفر، ای پاکی عشق آبیان نیلوفر، پایت به جهان نور و رو سوی سما، یک جسم نحیف دو جهان نیلوفر. همین ای دست دعای ماهیان نیلوفر شعر است. خب یک شعر دیگر من جا نختم بودم و جا خوندگی بود، همه شما خوندم، همون اگر پیدا کنم همونو میخونم. مهر میهن، همین موضوعی گفتم که میهن، خرچم، این موضوعهای بسیار مرکب و اصلا اینجا سخن تازه برای همین بیشتر مردم شاعرای ما همین گرفتار تکرارها، سخنهای آب شسته میشوند، برای اون که این در این موضوع سخن تازه گفتن، تاثیر تازه گفتن کار آسان نیست. لیکن هر کسی که میآورد حلالش بود. اینجا یک مهر میهن شعری که هست: قوه میکشد مرا سویت، همچون آهن ربای آهن را، عالم کو که آشکار کند قوه جذب مهر میهن را. همین تازگی این شعر در همین قوه جذب مهر میهن است. قوه جذب مهر میهن مثل اینکه ابراهیم جان دریافت شاعرانه کرده است. انا ایمان خسبت نمیشه. من بسیار احتیاط وقتی که ما شعر می‌نویسیم می‌رفتیم به نزد استاد لایق هر بار می‌براندم، من می‌گفتم که من بس کردم شعر نویسم. یگان وقت یگان تعریف ما شدگی نیستیم و من حاضرم گمان میکنم که بیشتر به جوان‌ها کمبودی‌هاشون می‌گفتم، بیشتر اونها راهنمایی کردن در کار که آموزن. حالا خیلی 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 کار در پیش است. این که امروز من این رونما شده است، من اینو تبریک میکنم حضور این جوان صاحب استعداد تبریک میکنم، هم به خودش هم به همه تبریک میکنم. واسه من بسیار خرسند شدم. امیدوار نبودم که من همین روز همین خیلی کشفیات تازه از بین جوان‌های ما میکنم. من متاسفانه به چه سبب‌های تا حاضر آگاه نبودم از شعر ابراهیم جان، لیکن خرسند شدم از اینکه همین جوان‌ها امروز در میدان ادبیات ظهور میکنن. و یک چیز میگم که گفتم که درباره جوان‌هایی که امروز در شعر معاصر ما بسیار با سواد نقص، با زبان شعر و با مثلا دانش خوب شعرگویی میکنن، در مقایسه با جوان‌های نسل‌های ما، نسل‌های شوروی یک کمبودی دارن که وابسته به همون زمانه است. اون دوران شوروی بود. ما مغازه به مغازه میگشتیم، سراغ میکردیم هر یک کتابی که از مسکو به طریق زبان روسی ما ادبیات دنیایی میآموختیم. همین ادبیات معاصر دنیای فوراً یک چیزی که میبرامد از اسپانیا، از امریکا، از فرانسه ما میآموختیم، میخوندیم، یعنی آگاهی داشتیم. اکنون موافق قدرت مایه این خیلی فهمدن کرده که ما اکنون کاملا آگاهی داشتیم، به هر حال توجه داشتیم، میخوندیم. انا همین
چیز در ادبیات معاصر در نسل امروزی ما ادبیات جوان ما کمتر است آگاهی از ادبیات خصوصا ادبیات همین ادبیات شوروی ما در زمینه ادبیات روس میدونید موضوع مندرجه عمیق زندگی یا شعر ما از شعر معاصر ایران شاید در هنر در زبان اندک مثلا قهرمانی ها داشته باشد اما در یک جبهه پیشرفت است که این خود ایرانی ها تاثیر کردن خود ایرانی ها نگفتن در یکی از مقالات قبضه بود و چند جای دیگر این ما مطالعه کردیم که اونها چون حساب شعر معاصر توجیه از جهت فراگیری زندگی موضوعهای روزگار درد جامعه مسئله های زندگی پیش قدمتر است و به زندگی نزدیکتر است. شعر ایران شعر هنر است، شعر بلند سخنوری است، اما شعر معاصر توجیه به شرافت انا همین شاید ادبیات شوروی که توسط ادبیات دنیا بیشتر درد جامعه مسئله های زندگی حیات بیشتر فرا میگیرد. امروز ما از جهت شکر خدا هنر و صنعت شعر در همون سطح همزبانان ما هستیم. ما شاعرایی داریم که میتوانند در همون حد استادگری کنند و شعر نمایندگی کنند. لیکن امروز جوانهای ما باید که خیر ابراهیم جان من فهمیدم که زبان چینی خوب میدانند توسط زبان و در همین کتاب این پاره خود نوشتن مشخص سخن کردن توسط تصویرها سخن کردن این یک خصوصیت شعر مردم ژاپن و چین همینا است که این گمان میکنم که یک تاثیر اینجا هست. دیدید علاقه مثلا آموزشی فرض کنیم چینی یک تاثیر خوب گذاشته است، لیکن ما باید که با فراتر داریم، باید که با آموزش ادبیات دنیای جوانهای ما باید باشند. خوب دانستن زبان روسی خودش کفایه است که ما توسط زبان روسی تمام ادبیات دنیا انتشار شده است. خب بیاموزیم شعر معاصر دنیای ادبیات معاصر دنیا. من شاید کمی گپ زیاد کردم، من خیلی خرسندم، تبریک میکنم و امیدوارم که شما من بعد در هر شعرتان چند مثالی که ما آوردم کوشش میکنید که در هر شعرتان یک موضوع، یک تازگی، یک تصویر نه، یک اندیشه عمیق شاعرانه حتما پیدا کنید، کشف کنید. هر یک شعر باید کشفیاب باشه. هر یک شعر کوشش کنید که هر یک شعرتان بازیافت داشته باشه. بازیافت یا پای خشوره گفتن ممکن بسیار زیبا سخن گفتن ممکن، لیکن شعر همه وقت خطرش بلندتر میشد که تازگی داشته باشد، شعریت داشته باشد، شعریت ارگزوی تازه شاعرانه داشته باشد. با شما موافقت میکنم. سلام دوستان عزیز، اینجا من چیزی گفتم خونیاگران از فیلارمونی دولتی تاجیکستان به نام اکشریف جوریف با راهبری علیشیر خنواتزاده تشریف آوردن. حالا ما نوبت رو به محمود جان علیف میدیم. مرحمت زیر کف گوگل شما دوستان. آخرین آه جوانمرگ این است که اجل گلچین است. آخرین زمزمه ساقه بیبرگ این است، فصل گل پایین است. واپسین واژه تندم این است، زندگی شیرین است. مرحبا. تشکر است. بار دیگر برادر عزیز ابراهیم جانم بین روز سعید تبریک میگم. برادر جان عدید قلوهای بلند هنر به برسید. رحمت. یک آهنگی که تیار کردم در از ایجادیتی برادر برای شما پیشنهاد میکنم. گلی بخار کجا
تشنه دیگر سوختم از عشق تو آبکی انهار کجا میروی آبکی انهار کجا میروی از نام صاحب جشن ابراهیم جان دوست دلزاده براتون سپاس عرض می‌داریم و دوستان عزیز واقعا هم نه تنها این شعرشون بلکه چند شعر ابراهیم جان با آهنگ درآورده شده است. مخصوصا ببینید در یک شعری که چشمان شوخ نام دارد چی میگوید؟ جان من بی سرمه هم چشمان تو زیباترند، از سکوتی شاعران چشمان تو گویاترند، راه جستم تا به فهمی راز چشمانت روم، راز چشمان تو از علم و عمل بالاترند. علم و عمل بکنه از همون هم راز چشماش بالاتر. واقعا هم خیلی شعرهایی که باید آهنگ بس شد به دل مردم رسن، هم خیلی شعرهای بسیار نازنین هم دارن. دوستان من میخواهم که باز هم از عزیزانی که اینجا تشریف آوردن سخن رو به شهریه بانو دهم که چند سخن درباره اشعار ابراهیم جان گفته باشند، چون بسیارتر از جوان مردان نازنین ما از مردان سخن کردن، از بانوها هم یک نفر سخن کنند و شهریه بانو با شعرهای ابراهیم جان آشنایی خوب دارن و میخوان چند حرف زنن. سلام بار دیگر به همه شما عزیزان. واقعا بزرگ مهر گفتن که من آشنایی دارم. من همینجا آشنایی پیدا کردم، ولی چطوری که استاد کمال گفتن با یک دیدن شناخته می شود. یعنی که چی؟ چون صحیفه اول وا کردم واقعا دریافتم که ابراهیم جان این بچه عجایب یا بچه شرمگیر رنگی بچه های ونجی میگم چی؟ بچه های پنجگی خیلی نیستن. من اولین بار دیدم که بچه خسرو، اولین که خیلی جوان زیبا، جوان شرمگین. من خود میگم که تو همشهری منی، تو هموطنی منی، ما هموطنیم ولی با هم از گوشه ها داریم. نه یک بچه نازنین خیلی ونجی هست، خیلی زیبا، قامتی بلند، خسرو پنجگی هم خسروانو خیلی با ونجی کم در زیباترن. خوب ابراهیم جان وقتی که میخونم بیشتر شعر سهراب سپهری به یادم میرسد، شعر فرزانه عزیز به یادم میرسد. یعنی که وقتی که شعر سهراب سپهری و فرزانه رو در میابه، یعنی به اون معنی که همون یک مشابهیت به همون دو شاعر دارن. این فرزند عزیز ما ابراهیم جان شاعری خوبی خواهند شد. من واقعا میگن که از خطی عطار نیشاپوری میگوید که از خطی ندیم را یک غلامی بود که هر روز از دجله آب میکشان. یک روز میپرسد که غلام که حالی تو چون است؟ غلام میگوید که دجله را خالی بکردن روی نیست، تشنه را سیری سری یک موی نیست. یعنی همین ادبیات ما یک اقیانوس است و انمون بچه هایی که امروز استاد کمال هم گفتن که شاعرای خوبی داره. من میخوانم در توسط فیسبوک، توسط روزنامه ها. من بهترینش رو دریافتم که بسیار هوای دهن هم داریم در همین فیسبوک. من میخوانم هوای دهن هم جوان هم داریم که بسیار از خود میروند. من یک کتاب سریا حکیم رو خواندم که فقط در گیردی همون شاعرای مثلا گاهی سوخ صحبت کرده است، گویا که
من فکر کردم که یک لحظه که ولایت سوخت یک جمهوری دیگر باشد، اما هوای دهنها بیشتر، ولی ابراهیم دیدم این بچه خاکسار از همه اونو خیلی بالاترین پسر عزیز، خیلی بهترین از همونهایی که حکیم و تعریف کرده است. من کتابی خطا خوندم، بهترین چیزا داره. انا همون عجل گلچین از خوند که حاضر بزرگ مهر خوندن همی شعرم، همه ما میدونیم، همه ما میدونیم که اصل عجل گلچین است، ولی هیچ جا که ما گفتن نتونستیم. اینت خودت تونستی عزیزم. تشکر و من آرزو دارم که من حالی چیزی در سراسیمگی نمیتوانم. استاد کمال خیلی شرح دادن و من انم هرچی که اون ایشان شرح دادن من با اونایم. من برای خودت موفقیت میخوایم. بار دویم که ما را جمع کردید، انا بعد همه گپای در دل داشتگی هم میگویم. جانی عزیز سلامت باشی، برات موفقیت میخوایم. وائل جان عزیز خوش آمدید. دوستان باز هم به نوبت رو به شاعر ابراهیم جان می‌دیم که خودشون چند شعرشون خوانند. اصلا این کس بسیار به قول خاکسار و کم سخن میتابند هم، اما دانای علمی غم هستند، چون که برای در یک شعرشون که علمی غم نام دارن. خود علمی غم هم یک عباره شاعرانه است، میگن آموختم غمهای تو، دانای علمی غم شدم، چون قله کوه بودم افتادم از پا کم شدم. و دانای علمی غم میته مرحبا. بعدم بازم به نوبت به سرود. بار دیگر یک شما رو به محفل خوش آمدید میگویم. قدم هایتان نوری دیده خوش آمدید. ای باد پای ایام استا که من فرایم، تا شهر خودشناسی پای پیاده آیم. باز آیم و ببینم در تینتم چی باشد، اول کجای و آخر من سالکی کجایم. من آمدم به دنیا با امر یار یکتا، تا بگذرم ز خویش و بر اصل خود بیایم. در عالم زر و فر یک دانه است گوهر، یعنی به نور ایمان از تیرگی برایم. از سوی ساعتی که در ایوانی توست دوست، آوازی پای ثانیه ها میرسد به گوش. وقتی ودا میرسد اما دلم هنوز امیدواری توست، یعنی هنوز هم در آخرین نفس دیدارت آرزوست. شعر در تعریف شعر شاید هزارها گفتند، ولی ما با گفته استاد گلخسار موافقم که میگه شعر لحظه است. واقعا هم شعر یک لحظه است که لحظه را با جاویدان پیوستن و همون یک لحظه می آید و شعر اصیل شاید همین خیلی باشد که همون یک لحظه می آید و بار دیگر اگر شما گفتن خواهید همون چیز رو و علاقه در یاد شما اونقدر باقی نمیماند و شعر خودش حاصل لحظه هاست و هر حادثه گمان میکنم بر چشم نازک بین، بر چشم ایجادکار، هر حادثه زندگی این خود شعر است. و در اینجا من یک شعره که با ردیف بهار رفت گفتم که حاصل یک صحبت با یک دوست چینی هم بود و همون دوستم بسیار سیگار میکشید. من گفتم که برای چی اینقدر سیگار میکشی؟ سیگار به سلامتی انسان ضرر دارد و باید کتاب دلش رو برگردان کرد و درد دلش رو کشید و گفت که در جوانی با یک بانوی عشق ورزی میکرده است و از تحت دل محبوبش را دوست میداشته است و از بس که در چین اویله‌دار شدن بسیار مسئولیتی بلند است و تا خانه دار شدن، تا ماشین دار شدن، تا همه کمبودی ها رو بود نکردن، اویله دار شدن دشوار است و این دوست ما با سبب کمبغلی به وصال معشوقش رسیدن نتوانسته است و همین درد حالا اویله دار شده باشد هم فرزنددار شده باشد هم همین درد در دلش همین داغ باقی مانده است و من گفتم که آن گلنگار رفت
از باغ سبز پوشی زمانی جوانیم مثل بهار رفت. در بزمگاه دل که شد اکنون فراقگاه، دیگر صدای زمزمه و چنگ وصل نیست. پاییزی شادی آمد و سویم خطاب کرد، آغاز فصل نیست. بهر نوازشی سر آن طفل آرزو، دستی مراد نیست. اندر فضای کلبه ویرانم بجز دود سیگار نیست. تشکر. دوستان، من کتاب پی امداد گل به دستتان رسید. به همتون تا قدر امکان تقسیم کردیم. هنوز سطحش در نشریات چاپ شده بود، همشه براتون تقسیم کردیم. اینو هم خود خط تقسیم میکنیم. بعد از محفل دوستان عزیز، من بسیار میخوام که محفل ما باز هم با شکوه‌تر گذرد و به همین خاطر نوبت رو باز هم به صنعتکاران میدهیم. از جمله نوبت حالا به بانوی عزیز، هنرمند عزیز ما گلپری عارف داده میشه. مرحمت بانوی عزیز، زیر گفتگوی شما دوستان. خسته نباشد. واقعا هم سرود دلها را به تحریک می‌آورد. آهنگ دلها را مالا مالی احساس می‌کند. دوستان، من حالا سخن را به منعقد شاعر و نویسنده ادبیات شناس و
луғатнигор ки чанде пеш беҳтарин воҷаҳои тоҷикии нови осори мавлоноро дар як ҷо гирдоварӣ кардаро навбати суханро ба устод ҳаёт неъмати самарқандӣ медиҳам дӯстон. зер гапёбии шумо. دوستان عزیز، اول خوش آمدید به این محفل یک شاعر جوان ما. من شاعر جوان ما بودم به سبب نیست، چون که من 45 سال بود یک پایم دائما در تاجیکستان و در دوشنبه و در هر کجایی که رفتم همچون ادبی تاجیکستان رفتم، نه همچون ادبی ازبکستان. و دوستان عزیز، من با مدار جان من یک 3-4 سال بود آشنا، از بس که بعضی مقاله های من، گزارش های من در روزنامه تاجیکستان چاپ شد، از همون دم آشنا. در اینجا من خودم بسیار گرد نرسم. کمال جان گفتن که شعر هنر است، اما شعر هنر نیست کمال جان. شعر با گفت والت ویتمن این درد هست که وی درد فقط با درد زنی که در تلاسه زاییدن می دود. در یک گزارش هم گفتم که شعر این درد است و ان همین عذاب درد رو برداشتن ان این هنر است. هنر شعر خود شعر هنر نیست، بلکه درد زاییدن شعر رو برداشتن هنر است. شعر را می زایند، می آفرند، شعر را نمی سازند. حالا امروز می بینم بسیار شعر بسیار شاعران از توسط تلویزیون میشنوم، اما به مثل آنی که شعرشون من میبخشن البته شاعران، مثل آنی که زنهایی که مثلا سندش از 50 گذشت و از تولد میماند، بسیار شعرهای شاعران ما انم ساخته میماند. یعنی قانونی وزن میدانند، قانون ردیف و قافیه میدانند، خزینه لغویشون وای تجربه دارن، شعر میسازند، نمیزایند. شعر زاییدن در کار. انسان دو باطن دارد. زنها مثلا زنهای ادیب دو باطن دارند، یعنی باطن زاییدن و باطن مغز سر. این هم باطن است که شعر میزاید. و عادتا میگم که من انسان دو معده دارد، یک معده شکم و یک معده سر. این معده شکم خالی ماند درد میکشد، اما این معده سر خالی باشد سبک میگردد. و دوستان عزیز، من چخیلی که گفتم با چندین سال با ایمدم جان آشنا، بسیار بچه در حق قابلیتش مادرزادی جبلی. من که همچون چندین سالها رئیس مرکز فرهنگی تاجیکان سمرقند بودم، در تربیه ادیبان نورس تجربه داریم. محمد صدیق صدیف، آدش استاد همراه ما. من اینجا یکی از شاگردان ما که امروز بسیار یک عالمه بسیار خوشسلیقه، بسیار عالمه نام پیدا کرده است که این بسیار بخت ما، خودسندی ما، انزودت ملک زاد. انا انزودت جان یک خسته خواهد انمی فرزند معنوی ما همین دل شده
پریسا شهزاده مثلا من انظورت خواجه چقدر جوان تربیه کرده و من در آخر گفتنیم که دوستان عزیز یک چند سال پیش بالای نمایشنامه هلالی کار میکردم و همونجا یک چیزی به خاطرم رسید که در یک نشستی که حسین وایز کاشفی هلالی را نزد جامعه نوایی می آورد و نوایی می پرسد که تخلصت چیست و این میگوید هلالی. نوایی جواب میگوید که نه تو هلال نه تو بدری. همین چیز به خاطرم آمد و یک درباره تخلص هلالی قبول کردن هلالی چون مثلا نیستم. سببی هلالی تخلص هلالی قبول کردن مرا دوست دارم من ماهی 3 روزه را طفل نوزاد فلک افروزه را ماهی 3 روزه بود بیغ شغول همچو طفل نیک سیرت پاک دل از این سبب کردم هلالی را لقب چون ماهی 3 روزه در ملک ادب. امروز میبینم که انامی ابراهیم جان یک ماهی 3 روزه در ملک ادب و میخواهم که با این پیشروی‌های کلان آرزو نمایم و تا بدری رسد. دوستان عزیز خوش آمدید بار دیگر. دوستان عزیز من حالا نوبتی سخن را با قاسم جان ظریفی استاد عزیز که با اشتراک در بالا گفتم با حزنهای نوبشان با شعرهای هجویشان به دیده ها راه یافتند و با ابراهیم جان عشق و علاقه دارن سخن را به ایشان میدیم. رحمت بزرگ جان به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام خود را به حاضرین محترم عرض میکنم. ما با ابراهیم جان تقریبا 4 یا 5 ماه از شناس هستیم. اون کسا گاه با رفیقانش طاهر و یک همکاری دیگرشان در همون چیختایی کار میکند عدلیر میایم به اون تخمونای ما را میشیم صحبت میکنیم. همه رفیقانش هم شاعر هستند، سخندان هستند، شعر دوست هستند. همین شاید خاکساری همین ابراهیم جان باشد که من همین 1 هفته پیش خبر یافتم که همین بچه شعر می نویسد. گفت که خیلی چورابینی است، مرحمت کنیم استاد نفت مایلش و دین بیگو همون طاهر جان همین کتاب نوی ابراهیم جان رو پای امداد گروه رو آورده با من تقدیم کرد و گفت که پگو همین خیلی چورابینی است، مرحمت کنیم. همون خیلی اومدیم. وقتی که من امشب مجموعه سیم ابراهیم جان رو ورق گردان کردم فهمیدم که 2 مجموعه ابراهیم جان رو درود فرد و موسیقی نفس سرسخنش رو رستم وهاب که واقعا رستم شاهنامه شعر معاصر تاجیک هستند نوشتن و بسیار بهای خوبم دادن و مجموعه سیمش رو یکی از ستاره های درخشان آسمان شعری تاجیک فرزانه بانو نوشتن و بسیار سخنهای خوب گفتن و نیت و آرزوهای بسیار نیک تمنا کردن به ابراهیم جان. ابراهیم جان یک سینه پرغم است که خاصیت شاعران همین است که همه درد ملت، درد عشق، درد وطن در سینه شاعر است و به این چه شده میتواند روبویی که میگوید اشک غم من به هر قدم میریزد
از دیده به سوز با علم می ریزد. از قلب 200 پاره بر روی دفتر خون دلم از رگ قلم می ریزد. این گویی میدید که همین بچه درد ملت، درد خلق وطن رو در سینه دارد و بغیر این من فکر میکنم که در آینده ممکن یکی از شاعران لیریکی با قوتی تاجیک شود. ابراهیم جان با این گویی میدیم مصرهای چنین که گفته است: در چمن یاران ببوسیدند روی همدیگر، لاله صحرا بشرمید و جمالش سرخ شد. یا اینکه در آسمان تیره تنهایی چون ابر با خیال تو میپیچم. آدمی ای کاش همچون شاخ تاک هر بهاران سر ببردارد ز خاک. برای همین یک فلسفه مخصوص که نو قدم زده است. ابراهیم جان یک چپک زنیم برای این. اینجا استادان بزرگ خیلی همه سخنه خوب در حق ابراهیم جان گفتند. ما با ابراهیم جان در این عقبه دشوارگذر شعر موفقیت آرزو میکنیم و دو یک شعر قدی تبریکش کنم ابراهیم جانم کمتر یک خوشحال شدم. ابراهیم جان دادرم لخت دل جگرم، در این روزی محفل گفتم که توفت خرم. در جیبکم 100,000 دویدم سینی بازار، توفم بسیار بود در لفکه قطار قطار. یک پچکسون در برم حیرانم چی بخرم که ابراهیم خرسان شوه وقت توفه را برم. پرسیدم آدما را هم بوی هم گدا را، ای همه چیزی قیمت همی بازار چی داره؟ مردمی بازار جمع شید گردم پوری آدم شید، هر کس هر چیزا میگفت 100 تکلیف روی هم شید. یک مردک بوزبالا با قوری داشت خلا، گفت که مرا گوش کنی بخر جامه و سلا. یک زنک نان فروش در پاهاش دهم کلوش، گفت که ای همه خوبش بخر این نون جوش. بنزین فروش بنزین گفت، لطف فروش ساتین گفت، ای دوروی آهان ابتکچی از پیین گفت. یک کس گفت کرتاش بخر، یک کس پاتینکاش بخر، یک گرچ که قوقله میگه شپونکاش بخر. یک ازبار گفت چی کره؟ گفت توپا در کره، قبق آلچه دارم بگی پیداش بسیاره. برآمد یک چوپان گفت که اولیچه تمام، در خرجین گوسفند دارم بگی میتمت ارزان. برآمد یک موسفید گفت که همت خب شوید، اوی بچه توت گفته است شما باشین میگین بید. در این دنیای پرغم برای همه آدم ای همه توفه قیمت گپی خوبه گفت بچم. برا بازار را بکو کم تر گپی خوب بیو، با ابراهیم توفه که گویو که دادش یکو. ترسیدم آدم را سوداگرای بازار را باور کنین یگون تاش یک گپی خوب نداره. گفتم که چی در کارین یک گپی خوب نداره. ایدو رفتین ای خوجان گپی خوبه بیارین، کم از بیارین، برزیل ماز بیارین، هم با پاییز بیارین هم با کراس بیارین. گپی خوب توپ شوه مردم همه خوب شوه، هر جو گپی گنده های پیشی جروب شوه. نه پستیمون نه لالمی گپ گفتم در این گرمی، جورای عروسم گفت کسیم بوتیل کوازمی. همه بازار کفتم یک گپی خوب نیافتم، ناچار خانه آمدم خودم گپی خوب بافتم. گپم خوبان یا گنده گفتم مردم بخنده، دستی خالی نرم که یکی نشم شرمنده. میفارم که بخندین در خنده رنگ قندین، درد غم دنیا را دست پاشا ببندین. در شرکت بین المللی راه پولسازی
سینزیان به سین خیتویو همکاری دارد یک شری خیتوی دارم امرا ماری گندم میخورم همین شعرم خیلی پیدا شد که یک وقت بزرگ کارون برای چیکاری رفتم که دیدم یک مرد این طرف پری رفته من بند گلمیخ نقطه و امتایی صفر رفته است گفتم اکا نقطه چیه؟ من نقطه بقا داریم نقطه خر داریم از بس که در کودکیمون دارم قشلق خر داشتیم رحمتی پدرم همین بند ساختن همون تیار کرده این نقطه را با ما مختبر گفتم نقطه خر تکو یک تبدیل بینیم خیلی نقطه بقوات شربای بول گرفتگی خیلی خرسان شدیم که همین خیلی استاد توغل هستن مودا مولا همه بون رشید است اکا گفتم این نقطه خر خودت ساز میکنی این یک و یکی جو خودم خیتوی میوریم اول شفتم نقطه خرم خیتوی میوریم نقطه خر نقطه بقا بند تو برو بعد ایسایی را نمبر خواهم گرفت راستی گفت هم خاندم گرفته هم زیب شدن ولی یک بزرگ گفته است که همون ملتی را اگر مدنیت شد اگر اقتصادیات شد فهمیدنی باشی برای بزرگ شد هم مشک اگر مدنیت شد فهمیدنی باشی برای گوریستان شد هم مشک شهر نیست تیاتر با تیاتر بگردیم وقتی بزرگ دیدیم که خیلی یک چیز تو دوست بالوها و حتی جای نمازم خیتویه که بود پرست با همون مسلمانه جای نماز چه میکنه که یکی قضایی نمونم نماز رو همون بیچاره جای نماز ندونم شری در عالم خیتویه چه ضعیف بدانی اقتصادیات تیامی خیلی نمیفهمم در عالم خیتویی ملت است که نمیکند گدایی سوادنوک سازنده با هنر سودایی با نه با تکنیکا میکنه کارنمایی در روی زمین ساخت است یک عالم خیتویی با بزرگ میدرویی میگوی که در خیتویی قربویی خیتویی توریمویی گردنبند تیلویی با کلام الهی حتی دوستی بوبویی شده است امروز خیتویی تریزه و ایوان درمانداری خیتویی کرپمون از سرش ایستری خیتویی خواب میکنیم با راحت در بیستری خیتویی در بیستری سفیدی پری خیتویی خیتویی میخ سوزن خیتویی کرد سویم خیتویی لباسی تن خیتویی پوش مرد زن میپرستیم تو و من خیتویی را تو مردن بعدی از این دو رفتن خیتویی سانی کفن زیبی دوشنبه شدن بیناهای خیتویی در درون بیناها سیماهای خیتویی آن دو تماشا دارن کیناهای خیتویی سقراط و افلاطون سیناهای خیتویی رمال سر خیتویی زر زیور خیتویی مشک عنبر خیتویی میجای دختر خیتویی سنگ مرمر خیتویی تیغ تبر خیتویی میوه تر خیتویی نقطه خر خیتویی اول پیدا شدن چینی های خیتویی سانیتر پیدا شدن بینی های خیتویی خدا جان سبک کنه قینی های خیتویی الهی ما نبینیم جینی های خیتویی در پلاس خیتویی سر لباس خیتویی توپ کرباس خیتویی کدوی ناس خیتویی تل خیباس خیتویی عرض سپاس خیتویی میگن که اگر رسد هر جا پای خیتویی در موقع میگیرد با سیمای خیتویی مطابق میشود چون زنبورای خیتویی گویی که از قدیم بود اینجا جای خیتویی ای علودین در زورای جکی چن خیتویی بده ترکیه را مونده ای علودین در زورای جکی چن خیتویی مورا باید نون زن پارتیزان خیتویی از بس که سواد داره مرد زن خیتویی خودمونون میمونیم در دهن خیتویی حاجی ای حج میآید با قبای خیتویی پوشیده با پای خود کفش پای خیتویی گرفته با دست خود تسبیح های خیتویی گویی که آنها باشند حاجی های خیتویی ملو با میکروفون پادراز خیتویی ما را نصیحت کند با آواز خیتویی با توقیف و جیلک جای نماز خیتویی همین مونده است که خواند یک نماز خیتویی
دینا یک جا نشستیم با یک بوی خیتویی یک پیاله چای خوردیم در نانوی خیتویی با یک کبر و غرور و اشتهای خیتویی گفت تا اینجا میسازیم تاجیکای خیتویی اگر که نظر کنیم به نگاه خیتویی این کار نتواند نه روس نه امریکایی به جنگ به جنجال و به سپاه خیتویی وطن ما را کردن چراگاه خیتویی بس که زیاد نوشیدیم ما ایخان خیتویی سحری بیدار شویم به چشمان خیتویی بخت شما سفید بود چو دندان خیتویی چو دو دندان پیشی نمایان خیتویی وقت قشلاق می رفتیم به رههای خیتویی قد ره می دیدیم چهره های خیتویی با دل ما اثر کرد نگاه های خیتویی همین شعر نوشتم در هوای خیتویی بگذار باشد ظریفی چاله ما خیتویی پیچیده در گرد سر ساله ما خیتویی یا شود عهده برا کاله ما خیتویی ولی هرگز نشود اعلی ما خیتویی دوستان عزیز گرامی‌قدر صدای ما میرسد و محفل ما چند نفر عزیزان دیگر پیوستند از جمله استاد دکتر علم فیلولوژی پروفسور استاد شریف مراد اسرافیلیا به افتخارشان یک کف میکنم. معلم عزیز ما شاعری بسیار هم شیرین زبان ما که صادقانه در همین میدان قلم فرسایی میکنند نخری سنت‌نیا پوبلیسیست نویسنده از شهر خوجند باستانی صلحیه بانو پرویز جان برادر ما از سمرقند پوبلیسیست نویسنده شهر سمرقند باستانی و دیگر استادانی که اینجا شاید که نامشان را گرد زبان نکردیم حضور میپرسیم من برخم آمد مهمانان عزیز این خوشامدی های ما این سری تعظیم ما سری تعظیم ابراهیم جان است خوشامدی های ابراهیم جان و اهل عائله پدر و مادر ابراهیم جان است که ما برایتان میرسونیم از نام همین صاحب محفل ابراهیم جان دوستی زاده هر یک شما را بار دیگر انا چیزا هم خوب شد میکروفون پادراز خیتویی من با کار کرد دوستان عزیز واقعا هم ابراهیم جان یک شعر بسیار هم عجیب دارن میگن من و تو واژه گرمی محبت را با پیغامی سپیدی یک گل نرگس با بالی نازکی زنبور و شاید در غلاف قند کاغذ پیچ بنویسیم که با طعمی محبت ریشه پیوند است و آن را با امید و آرمانی نیک نثاری هم نموده شادمان باشیم. دوستان اینک نوبت باز هم به ساز و سرود و راهبری همین محافظانی که از فیلارمون تشریف آوردن راهبرشان علیشیر قناعت زاده کفکه بگیریم دوستان مرحبا. دوستان عزیز ابراهیم جان را تبریک میکنم بگذار آقلای بلندی ایجادی رسم چشم کشاد روی دنیا
یک دوی دیگه هم برای گلپری میخوانم. مرحمت کسی میخواد رقص کنه. مرحمت گلپری میکرفونتی.
اینجا استاد من هنرمند شایسته تاجیکستان عبدالمجید بردیف هستم. البته این کس یک سرود میخونن یک جایر. مرحبا دوستان. دوستان عزیز، تا زمانی که استاد آماده میشوند و اسباب تکنیک آماده میشوند، من سخن را با دکتر علمی فیلولوژی پروفسور استاد شریف مراد اسرافیل نیو که هم حق استادی برای بنده دارند. من در درس گرفتم از ایشان، هم ابراهیم جان و با ابراهیم جان ریشه های پیوندی هم دارند. من پدرشان اینجا آمدن، پدری بزرگوارشان به افتخار شدن کفی میکنیم دوستان. پدر ابراهیم جان شخصیتون خاندان دوستان. و حالا استاد عزیز هم با ابراهیم جان همچون یک خیش پیوندشان و همچون شاعر درباره‌اش چند سخن میکنن. مرحبا دوستان. سلامت باشد. واقعا امروز در میدان ادبیات تاجیک وارد شدن کاری آسان نیست. این ادبیات از روی که آنجا که من میدانم 30,000 شاعری صاحب دیوان دارد. آن شاعرانی که دیوانشان نامانده گمنام هستند هزاران هزاری دیگرند. این ادبیات شعر اصیل می‌پرورد. همان شاعر به این میدان در آن نمیتواند که طبع بلند دارد یا به قول استاد حیات نعمت طفل سالم میزاید. ابراهیم جان رو من خیر مقدم میگم به این ادبیات. عمری منم در صرف تحقیق همین ادبیات گذشت. موی سری سپیدم به همین اساس. یک وقتا منم شعر میگفتم. چون فهمیدم شعر چیست، از این میدان بیرون شدم. و این میدان باز تکرار میکنم مردانی اصیلی میپرورد که طبع خداداد دارند، طبع سالم دارند و صاحب درد هستند و همین درد در ابراهیم جان مشاهده می شود و طبع خداداد هم دارد. فقط این طبع خداداد را صیقل دادن در کار، تکامل دادن در کار تا این طبع وارد گردد و شعر اصیل بگوید. شعرهای خوب دارد. از همین شکل‌های اولش معلوم است که صاحب طبع است. در مجموعه اولش هم استاد من رستم وهاب سخن نوشته. استاد رستم واقعا به هر کس هم تقلید نمی‌کنه، پیش گفتار نمی‌رسد. او هم شعردان است و هم شاعر خوب است و دست دعای که او داده است ایمانی کامل دارم که ابراهیم جان اون دورا سرمشق کارش قرار میده. در این مجموعه و شاعری که اینجا تاکیدم شد واقعا ستاره درخشانی نظم تاجیک فرزانه بانو سرسخن نوشتن و آنها امیدی نیک از ابراهیم جان دارند و ما هم امید داریم که در این میدان مبارزه، در این میدانی که طبع سالم میپرورد و هیچ خلقیتی در شعر با ما برابر نمیشود. بس که کام تاجیکان را با سخن برداشت. هر یک تاجیک صاحب طبع شعر میگوید ولی نه همه شعر هستند. ابراهیم جان زاده یک دیهه است که اگر از کودکی گهوارش تا پیر 100 سالش بشمارید از 500 زیاد نیست، ولی از همین دیه هم اگر خطا نکنم قریب تا 10 دکتر و صاحب فلالاب و صاحب خیمی بیالاب دیگر هم برآمدن، حتی تا رئیس سعودی اولی هم هستند. از همین دیه شاعران هم هستند
و یک چیز اینجا از مراد هستم. خب استاد ما انور بکر بودنش هستم و میگویم که استاد رودکی زمانی که به سمرقند میرفت همون دهه ما گذشته است، وضع کنده گذشته است و آنجا 2 حوض داره. موسیقیدان نقل میکنن کسی اگر از حوض بالا نوشته باشد صاحب منصب میشود، اگر از حوض پایان باشد صاحب اخ میشود. حوض منصبش خوش شده است، دیگه حوض نشی صاحبش. روایتی هست خیلی میگویم و استاد رودکی و پیش اگر پنجکم رفته باشین اگر این از کانال مرغیدر پایان چیزی نبود، این بعد آمد، اما ده ما از کانال مرغیدر اما که استاد عینی تصمیم بالاتر است و گذرگاه راه ابریشم از همانجا میگذاشت و زمانی استاد رودکی هم قدمجاش همانجا بود است و ظهور چنان شاعرانی چون ابراهیم جان و دیگرها واسطه همان تاثیر قدمگاه استاد رودکی است. خب چی گویم دیگر؟ آینده ابراهیم جان رو نشان میدن. من امیدوارم که چون شاعری اصیل ادامه دهنده سنتی نیاگان چون استاد رودکی و استاد آیخه و دیگر بزرگان ادامه دهندهش میباشد و به قلهای مراد میرسد. تشکر استاد عزیز، بار دیگر خوش آمدید و باز هم استاد عبدالمجید بردیف دوستان کافکه بکنید. برابر Manzanı
همین صدا یک هفته میکنیم دوستان. دوستان عزیز بار دیگر نوبت رو اصلا گریم نوبت آخر رو با ابراهیم جان میدیم. ابراهیم جان بیایید یک مهمانان عزیز را خوش آمدید، گفته چند شعری خودتان رو بخوانید و با همین دوستان محفل امروزه ما محفل مهر سبز بهار ابراهیم جان دوستان زاده حسن خاتمه با خود سخنهای ابراهیم جان حسن خاتمه می‌یابد. بیایید دوست عزیز یک هفته میکنیم به افتخار شاهد. مرحبا. تشکر دوستان. بار دیگر از یکی شما استادان عزیز و ارجمند که وقتی پرقیمت خودتان در این نداشته در این محفل ما با روی گوش نمودن حرف‌های کمایه و سخن‌های ما آمدید. مننداری خود را بیان می‌نمایم. قدم‌هایتان نوری دیده تاج بر سر و همه اهل هنر که واقعا هم موسیقی در آلمایه شعر و چه بودن شعر را در نظر ما می‌نماید. از همه استادان، از همه هنرمندانی که امروز در این محفل خدمت نمودند صمیمانه از ته دل مننداری خودم را بیان می‌نمایم. بگذار 4 فصل زندگیتان پر از بهار باشد و همیشه همین خیلی در حلقه دوستان و عزیزان باشد و همیشه زندگیتان طرب‌انگیز و به شادمانی بگذرد. در کوزه دل گل محبت مانه تا خانه عشق پرتراوت باشد. الهی همیشه خانه‌تان پر محبت پر تراوت و زندگیتان زیبا باشد. تشکر زیاد. خوش آمدید. شعر بکنده بخونید. دوستان عزیز همین ابراهیم جان کتابخانه بار دیگر میگویم که محفل ما در کتابخانه دولتی جمهوری کودک بچگانه به نام مرسید میرشکر گذشته ساده است. از ابراهیم جان خواهش میکنند که چند کتاب خود را با ساینده است به کتابخانه به عنوان کتابخانه تقدیم میکنید. خواهش میکنم. مرحبا. و دوستان خوش آمدید به محفل مهر سبز بهار. آش مریده ای بلا تو عجب در بدنی آری تنها
تنهایی نفسی 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 تنهایی